پارت 3 بخش 3 طرزالعمل‌های غذایی قبل و بعد از جراحی. شماره 1. سلام، به جلسه معلوماتی پروگرام جراحی چاقی برای مریض در هامبر ریور هلث خوش آمدید. خوشحال هستم که شما را در این جلسه معلوماتی آنلاین در مورد پروگرام جراحی چاقی راهنمایی کنم. بخش 3 طرزالعمل‌های غذایی قبل و بعد از جراحی. در این مدول شما در مورد ایجاد تغییراتی در سبک زندگی ایجاد به منظور آماده شدن برای جراحی و توصیه‌های غذایی بعد از جراحی یاد خواهید گرفت. اگر قبلا این کار را انجام نداده اید، لطفاً یک کاپی از کتاب منبع چاقی HRH را دانلود کنید و در وقت مشاهده این ویدیو به آن مراجعه کنید. می توانید منابع ویدیویی آنلاین ما را در یوتیوب بررسی کنید. آنها همچنین در وبسایت ما در دسترس هستند. www.hrh.ca/programs/surgery/bariatric surgery. لطف نموده پیش از قرار ملاقات‌های خود آنها را مرور کنید و کتاب را در طول قرار ملاقات‌ها همراه داشته باشید. می توانید از یک چکلیست تغییر سبک زندگی و منبع تعیین هدف در صفحه 30 تا 32 برای کمک به ایجاد یک پلان استفاده کنید. جراحی چاقی یک رژیم غذایی نیست. جراحی را به حیث یک ابزار در نظر بگیرید که باید با آن کار کنید تا از کاهش وزن طولانی مدت بهینه و صحت بعد از جراحی اطمینان حاصل شود. این بدان معنی است که شما باید یک رژیم غذایی سالم و یک روش ورزشی منظم در طول عمرتان داشته باشید. آیا این تعهدی است که می توانید برای زندگی انجام دهید؟ لطف نموده و به کتاب منابع چاقی صفحه 14 تا 32 مراجعه کنید و جزئیات تغییرات سبک زندگی را که می توانید برای آماده شدن برای جراحی ایجاد کنید مطالعه کنید. آماده باشید تا در مورد تغییرات سبک زندگی که در طول قرار ملاقات خود با تیم چاقی ایجاد کرده اید صحبت کنید. پیش از جراحی، جراح برای شما نوشیدنی‌های جایگزین غذا را تجویز می‌کند. شما باید از 2 تا 4 هفته پیش از جراحی شروع به نوشیدن آنها کنید. لطفاً توجه داشته باشید که نوشیدنی جایگزین وعده غذایی با نوشیدنی پروتئینی یکسان نیست. معیارهای انتخاب نوشیدنی پروتئینی برای بعد از جراحی در اسلایدهای بعدی بررسی خواهد شد. در وقت استفاده از نوشیدنی‌های جایگزین وعده غذایی به جز 2 پیاله سبزیجات غیر نشاسته‌ای مانند کاهو، مرچ سبز، کرفس، بادرنگ، کرم بروکلی و هیچ غذا یا نوشیدنی دیگری را مصرف نکنید. در صورت تمایل می توانید از سرکه یا آب لیمو برای طعم دادن به سبزیجات استفاده کنید. شما باید روزانه 1.5 تا 2 لیتر آب بنوشید و مایعات شفاف بدون کالری مانند چای و قهوه بدون کافئین، شوربا و نوشیدنی‌های بدون قند نیز مجاز هستند. نوشیدنی‌های شیرین شده با شکر، شیر و تولیدات شیری، نوشیدنی‌های کافئیندار، نوشابه‌های گازدار و الکل در هنگام استفاده از نوشیدنی‌های جایگزین وعده غذایی مجاز نیستند. در اینجا برخی از عوارض جانبی احتمالی هنگام استفاده از نوشیدنی‌های جایگزین وعده غذایی ارائه شده است. نوشیدنی جایگزین وعده غذایی تجویز شده یک نوشیدنی کم کربوهیدرات، کم چربی و دارای پروتئین بالا است که باعث می شود بدنتان دچار کیتوز خفیف شود. فقط 4 نوشیدنی جایگزین وعده غذایی را در روز مصرف کنید. جایگزین وعده غذایی تجویز شده را در وعده‌های غذایی منظم و در زمان میان وعده مصرف کنید. از نشستن با دیگران هنگام غذا خوردن خودداری کنید. بعد از 3 تا 4 روز
در حالت کیتوز باعث می شود کمتر احساس گرسنگی کنید و گرسنگی را بهتر مدیریت کنید. همچنین مهم است که مصرف مایعات خود را بین 1.5 تا 2 لیتر در روز حفظ کنید و تنها سبزیجات غیر نشاسته‌ای توصیه شده را مصرف کنید تا سردرد، اسهال و قبضیت را به حداقل برسانید. در صورت بروز سردرد با دواساز خود در مورد دواهای مسکن صحبت کنید. در صورت اسهال 1 تا 2 وعده مکمل یا کپسول فیبر بدون قند مصرف کنید. اگر قبضیت نگران کننده است، 2 کاسه سبزیجات غیر نشاسته‌ای مجاز را مصرف کنید. اگر دوای دیابت مصرف می کنید و قند خون پایینی دارید، با دکترتان در مورد تنظیم دواهای دیابت صحبت کنید. لطف نموده و به صفحه 35 کتاب منبع جراحی چاقی HRH مراجعه کنید تا نکاتی در مورد طعم دادن و غذای تجویز شده نوشیدنی جایگزین دستورالعمل‌های بیشتری را مشاهده کنید. حالا با فکر آرام ویدئو را متوقف کنید یا کتاب منبع صفحه 36 را مرور کنید تا در مورد نحوه به حداقل رساندن این عوارض جانبی در وقت استفاده از نوشیدنی جایگزین وعده غذایی یاد بگیرید. ما برخی از تغییراتی را که می توانید برای آماده شدن برای جراحی اجرا کنید پوشش داده ایم. حالا بیایید طرزالعمل‌های غذایی بعد از جراحی را مرور کنیم. در طول ماه اول بعد از جراحی بایپاس یا اسلیو معده، شما به آرامی در 5 مرحله رژیم غذایی از رژیم مایع به رژیم با غذاهای نرم پیش خواهید رفت. مهم است که روند پیشرفت را دنبال کنید، زیرا به معده‌تان اجازه بهبود می‌دهد و خطرات عوارضی مانند استفراغ، دلبدی و سوء تغذیه را کاهش می‌دهد. این مراحل به شما کمک می‌کند تا تحمل بهتری نسبت به غذاها داشته باشید و همچنین به شما کمک می‌کند تا نحوه استفاده از معده جدید را یاد بگیرید. در ابتدا معده جدید شما به اندازه 1 تخم مرغ است و می‌تواند حدود 4 قاشق غذاخوری یا 1/4 کاسه غذا یا مایع را در خود جای دهد. شما با نوشیدن مایعات در طول روز شروع می‌کنید و در هفته 4 می توانید یک رژیم با غذاهای نرم و جامد را شروع کنید. حتما ویدئوی آنلاین ما را در مورد 5 مرحله رژیم غذایی بعد از جراحی را ببینید. در اینجا 5 مرحله رژیم غذایی را که باید در ماه اول بعد از جراحی چاقی رعایت کنید آورده شده است. مریضان در حالی که همچنان به مدت 1 تا 2 روز در شفاخانه هستند، مایعات شفاف مصرف می کنند. بعد از خروج مریضان باید مرحله مایعات کامل را به مدت 2 هفته شروع کنند. تا هفته 3 مریضان به مرحله غذای رب شده پیش خواهند رفت. مریضان در هفته 4 رژیم غذایی خود را به مرحله رژیم با غذاهای نرم کوفته شده ادامه خواهند داد. بعد از تکمیل 4 مرحله اول، مریضان به خوردن غذاهای جامد نرم در طول عمر خود ادامه می دهند. توصیه می شود که کاسه، قاشق، ترازوی غذا، بشقاب‌های کوچکتر، کاسه، کارد و چنگال طفل و باطل آب را خریداری کنید تا به شما در پیشرفت این مراحل کمک کند. همچنین می توانید جزئیات مربوط به منوهای نمونه و انواع غذاهایی را که باید در ماه اول بعد از جراحی گنجانده شده و از آن اجتناب کنید در صفحه 37 تا 51 کتاب منبع بیابید. اطمینان حاصل کنید که معلومات را مرور کنید و برای بحث در مورد مراحل رژیم غذایی با تیم چاقی آماده باشید. برآوردن نیازهای پروتئینی بعد از جراحی بسیار مهم است. این رژیم به بهبود زخم، حفظ توده عضلانی بدون چربی، از دست دادن چربی بدن، کنترل هوس، محدود کردن ریزش مو و کمک به جلوگیری از خستگی می کند. شما باید بین 70 تا 100 گرم پروتئین را در روز مصرف کنید. لطفاً ویدئوی آنلاین ما را در مورد پروتئین برای جزئیات بیشتر
بررسی کنید. همچنین می توانید برای کسب معلومات بیشتر به کتاب منبع صفحه 55 تا 56 مراجعه کنید. شما می توانید نیازهای پروتئین خود را به چند روش برآورده کنید. اطمینان حاصل کنید که هر یک از این وعده‌های غذایی و میان وعده شما حاوی مواد غذایی غنی از پروتئین است. برای دریافت لیست غذاهای پروتئینی می توانید به صفحه 84 کتاب منبع مراجعه کنید. در 3 ماه اول بعد از جراحی باید روزانه 1 تا 2 نوشیدنی پروتئین بنوشید. اطمینان حاصل کنید که ماده اصلی نوشیدنی پروتئین جدا شده 100% پروتئین آب پنیر باشد، زیرا این شکل از پروتئین به بهترین وجه توسط بدن جذب می شود. اگر نمی توانید محصولات مبتنی بر شیر را تحمل کنید، پروتئین جدا شده سویا گزینه خوب دیگری است. همچنین اطمینان حاصل کنید که نوشیدنی پروتئین 20 تا 40 گرم پروتئین را در هر وعده و کمتر از 5 گرم کربوهیدرات را در هر وعده فراهم می کند. همچنین می توانید پودر پروتئین طعمدار یا بدون طعم را برای غذاهایی مانند حبوبات داغ، شوربا، سوپ، قرمه‌ها، مرچ سرخ و غیره انتخاب کنید. بعد از جراحی چاقی برای جلوگیری از کمبودهای تغذیه‌ای باید مکمل ویتامین‌ها و مواد معدنی را مادام العمر مصرف کنید. شما نمی توانید نیازهای غذایی خود را تنها از طریق رژیم غذایی تأمین کنید. هر روز باید مولتی ویتامین های زنان را مصرف کنید. هر روز بسته به نتایج آزمایش خون باید 2 مولتی ویتامین زنان، 1200 تا 1500 میلی گرم سیترات کلسیم، 500 میکروگرم B12، 3000 واحد ویتامین D و سایر ویتامین ها یا مواد معدنی را مصرف کنید. برای 3 ماه اول بعد از جراحی تمام مکمل ها و سایر دواها باید به صورت کوفته شده، مایع یا جویدنی باشند. از مالتی ویتامین های اطفال، مالتی ویتامین های مردان یا مکمل ها یا دواها با رهش طولانی مدت استفاده نکنید. از مکمل های ساجقی استفاده نکنید، زیرا مواد مغذی کامل را فراهم نمی کنند. لطفاً ویدئوی آنلاین مکمل ها را در یوتیوب مرور کنید یا برای جزئیات بیشتر به صفحه 57 تا 58 کتاب منبع مراجعه کنید. اگر قصد انجام جراحی SADI و سویچ 2 مرحله‌ای اثناعشر را دارید، لطفاً برای کسب معلومات بیشتر در طول قرار ملاقات خود به تیم چاقی اطلاع بدهید. نیاز به پروتئین برای بعد از جراحی حداقل 120 گرم در روز بیشتر است. بیمارانی که تحت SADI و DS 2 مرحله‌ای قرار می‌گیرند، افزون بر 2 مولتی ویتامین زنان، 1800 تا 2400 میلی گرم کلسیم سیترات، ویتامین دی 1000 واحد، 2000 میکروگرم ویتامین B12، باید ویتامین A، ویتامین E، ویتامین K، ویتامین C، همچنین آهن را باید به صورت روزانه مصرف کنند. معلومات و آموزش‌های تکمیلی به مریضان منتخب ارائه خواهد شد. همچنین ممکن است به دلیل تغییر در رژیم غذایی و دستگاه هاضمه پس از جراحی چاقی مشکلات تغذیه‌ای رایجی را تجربه کنید. برخی از مشکلات احتمالی تغذیه‌ای مورد انتظار از دست دادن یا کم شدن اشتها، تغییر حس بویایی و چشایی، سوء تغذیه پروتئینی که با ریزش مو و ریزش عضلانی، کمبود ویتامین و مواد معدنی، دلبدی و استفراغ، کم‌آبی بدن، قبضیت، عدم تحمل غذایی، سندرم دامپینگ و احساس بند ماندن غذا مشخص می شود هستند. اگر برای هر یک از این مشکلات بعد از جراحی به کمک بیشتری نیاز دارید، حتما با تیم چاقی دکتر فامیل و دواساز خود صحبت کنید. ما جزئیات بیشتری را در بخش 4 تغییرات سبک زندگی چاقی
در مورد نحوه مدیریت این مشکلات رایج تغذیه‌ای پوشش خواهیم داد. همچنین می توانید برای بررسی استراتژی‌های نحوه مدیریت آنها به کتاب منبع صفحه 59 تا 65 مراجعه کنید. سندرم دامپینگ وضعیتی است که در 50 تا 70% مریضان جراحی چاقی رخ می‌دهد. این مریضی در اثر خوردن غذاهای حاوی قند و چربی زیاد مانند شیرینی باب، شیرینی، چاکلت، کلوچه، کیک، غذاهای سرخ شده، نوشیدنی‌های شیرین مانند آب میوه و غیره ایجاد می‌شود. همچنین می‌تواند ناشی از زود خوردن غذا یا خوردن و آشامیدن همزمان باشد. برخی از علائم سندرم دامپینگ مانند سرچرخی، احساس لرزش، تعریق، دلبدی و استفراغ، اسهال، تپش قلب و حتی قند خون پایین. سندرم دامپینگ می‌تواند خطرناک باشد و با پرهیز از غذاهایی که دارای چربی و قند بالا است از آن پیشگیری کرد. لیبل‌ها Nutrition Facts روی ظروف غذا و مایعات را بخوانید و کمتر از 10 گرم بوره در هر وعده و کمتر از 3 گرم چربی یا کمتر از DV 5% چربی در هر وعده مصرف کنید. ما یک ویدئوی جداگانه برای توضیح سندرم دامپینگ ایجاد کرده ایم. لطف نموده آن را بررسی کنید تا در مورد نحوه پیشگیری از آن بیشتر بدانید. این ویدیو در مورد سندرم دامپینگ را ببینید. تحمل برخی غذاها بعد از جراحی چاقی نیز دشوار است. غذاهای فیبری و غذاهایی که بافت سخت دارند ممکن است هضم چالش برانگیزتری داشته باشد. غذاهایی که سرشار از قند و چربی هستند یا حاوی نشاسته تصفیه شده هستند نیز ممکن است خبر ابتلا به سندرم دامپینگ را افزایش دهند. لطف نموده برای آموزش طرز تهیه غذا بعد از جراحی چاقی به کتاب منبع صفحه 52 تا 54 مراجعه کنید. ما همچنین تغییرات بیشتر در سبک زندگی را در قسمت 4 پوشش خواهیم داد. لطفاً کتاب منبع HRH جراحی چاقی و ویدیوهای آنلاین را مرور کنید تا مطمئن شوید که بدانید که اکنون چه تغییراتی در سبک زندگی را می توانید ایجاد کنید تا برای جراحی چاقی آماده شوید. مراحل رژیم غذایی بعد از جراحی چاقی را بشناسید. بدانید که چه مکمل‌ها و ویتامین‌ها و مواد معدنی را باید برای زندگی مصرف کنید. بدانید روزانه چه مقدار پروتئین بعد از جراحی چاقی نیاز دارید و یک نوشیدنی پروتئین مناسب برای داشتن بعد از جراحی چاقی پیدا کنید. درک کنید که ممکن است در تحمل کدام غذاها مشکل داشته باشید. مشکلات رایج تغذیه‌ای بعد از جراحی چاقی را بشناسید. دانش شما در مورد تمام معلومات فوق در ارزیابی اولیه با قرار ملاقات‌های متخصص تغذیه، مددکار اجتماعی و نرس مجوزدار ارزیابی می شود. شما سومین مادیول جلسه معلومات مریض را تکمیل کرده اید. لطفاً به بخش 4 بروید. تغییرات سبک زندگی جراحی چاقی. پایان بخش 3.